ای محبوبان، یکدیگر را دوست بداریم، چون که محبت از خداست و هر کی دوست می‌دارد از خدا تولد یافته است و خدا را می‌شناسد. کسی که دوست نمی‌دارد وی خدا را نشناخته است، چون که خدا محبت است. محبت خدا به ما در آن ظاهر شد که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا که ما به واسطه او حیات یابیم. محبت در این است که نه ما خدا را دوست داشته ایم، بلکه او ما را دوست داشت و پسر خود را برای کفارت گناه‌های ما فرستاد. ای محبوبان، اگر خدا ما را این گونه دوست داشته باشد، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. خدا را هرگز کسی ندیده است. اگر ما یکدیگر را دوست داریم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل است. اینکه ما در او ساکن هستیم و او در ما، از آن می‌شناسیم که او از روح خود به ما عطا نموده است. و ما دیده ایم و شهادت می‌دهیم که پدر پسر را فرستاد تا که نجات دهنده جهان گردد. هر کی اعتراف می‌کند که عیسی پسر خداست، خدا در او ساکن است و او در خدا. و ما محبتی را که خدا به ما دارد می‌دانیم و به آن اعتماد داریم. خدا محبت است و هر کی در محبت ساکن است، وی در خدا ساکن است و خدا در وی. محبت در ما چنان به کمال رسیده است که ما در روز داوری جرأت داریم، زیرا چنان که او در این جهان هست، آنچنان ما هستیم. در محبت هراسی نیست، بلکه محبت کامل هراس را به در می‌راند، چون که هراس عذاب دارد و کسی که می‌هراسد در محبت کامل نیست. ما او را دوست می‌داریم، چون که اول او ما را دوست داشت. اگر کسی گوید که من خدا را دوست می‌دارم ولی از برادر خود نفرت کند، وی دروغگوی است. زیرا کسی که برادر خود را که دیده است دوست نمی‌دارد، چگونه می‌تواند خدا را که ندیده است دوست بدارد؟ و ما از او چنین حکمی داریم که هر کی خدا را دوست می‌دارد، برادر خود را نیز دوست بدارد.